فقط توی 30 ثانیه میخوام تفاوت بین ولت، وات و آمپر رو بهت بگم. اگه از این مدل توضیحات ساده و روون خوشت میاد کانالمو سابسکرایب کن و این سری تو بهم بگو که موضوع بعدی کانال راجع به چی باشه. ولت چیه؟ فشار یا همون فشار برقی که باعث به راه افتادن جریان الکتریکی داخل سیم میشه. مثل فشار آب داخل شیلنگ که هرچی بیشتر باشه آب هم با زور و قدرت بیشتری از شیلنگ خارج میشه. آمپر چیه؟ آمپر یعنی مقدار جریان برق، یعنی چقدر برق داره رد میشه، مثل مقدار آبی که داره از همون شیلنگ خارج میشه. خب حالا رسیدیم به وات. وات چیه؟ وات یا همون توان که میشه نتیجه حاصل ضرب ولتاژ در آمپر. به زبون ساده وات یعنی چقدر کار انجام میده، مثل یه لامپ 100 وات که انرژی خیلی بیشتری از یه لامپ 40 وات مصرف میکنه. خب همینجا یه جمع‌بندی بکنیم و کارو تموم کنیم. ولت مساویه با فشار، آمپر مساویه با مقدار جریان و وات مساویه با توان نهایی. و همه چیز خلاصه میشه توی این فرمول: W مساویه با V ضرب در A. اگه به این مدل از محتوا علاقه‌مندی حتما برای حمایت از من کانالمو سابسکرایب کن، لایک و کامنت هم فراموشت نشه.